آموزش زبان اساسی بین الخلقی انگلیسی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 3 خوب به راه مانده شده است. اینجا برنامه دولتی تکمیل تعلیم و آموزش زبانهای روسی و انگلیسی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 عملی می شود. آموزگاران زبان خارجی می‌کوشند شاگردان خویش را با ادبیات و فرهنگ غرب از نزدیک شناس نمایند و آنها را داننده خوبی زبان‌های روسی و انگلیسی گردانند. یونس و نیگورا یکی از آموزگاران جوان مؤسسه بوده در عائله آموزگار به کمال رسیده است. در انتخاب کسب او را معلمه اولینش عبدالله و آموزگار فن زبان انگلیسی اسماعیل و فریزه راهبلد بودند. نیگورا الان افتخار میکند که در زندگی پیروی مادر و آموزگاران عزیزش را انتخاب نموده به دنیای پرغوغای و رنگین کودکان وارد گردیده است. درس کشاد نمونه‌ای از فن زبان خارجی در موضوع ختم الفبای انگلیسی در صنف 3 افشاگر آن بود که آموزش برنامه تعلیمی خوب به راه مانده شده است و خوانندگان لیاقت خوب زبان آموزی دارند. در پایان درس اندیشه های خود را دیرکتور مؤسسه مکمل و شایسته بیان کرد. در حقیقت پیراهی که یونس و نیگورا انتخاب کرده است هموار نیست، پرپیچ و دراز است، زیرا تعلیم و تربیت نسل نورس را به دوش داشتن کاری آسان نیست. چه خیلی که در سیاست خردمندانه خویش اساسگزار صلح و وحدت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به جوانان آینده‌سازان ملت اعتماد دارند و تکیه میکنند. ماموریت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 3 نیز از آموزگاران جوان امیدهای کلان دارند و به آن باورند که در بالا بردن سطح و صفت تعلیم در مؤسسه سهم میگذارند.